با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. سامیان گرامی، حالا گفتاری نهم را از روی یکی از شاهکاری‌های بی‌نظیر ادبیات فارس و تاجیک، بوستان سعدی، در قرائت عبدالرشید خوجمکولوف بشنوید. ادامه باب اول در عدل و تدبیر و رای. گرت عقل و رای است و تدبیر و هوش، به عزت کنی پند سعدی به گوش. که اغلب در این شیوه دارد مقال، نه در چشم و زلف و بناگوش و خال. دو تن پروری شاه کشور کشای، یکی اهل رزم و دیگر اهل رای. ز نامآوران گوی دولت برند، که دانا و شمشیر زن پرورند. هر آن کو قلم را نورزید و تیغ، بر او گر بمیرد مگو ای دریغ. قلم زن نکو دار و شمشیر زن، نه مطرب که در خانه افتد چو زن. نه مردیست دشمن در اسباب جنگ، تو مدهوشی ساقی و آوازی چنگ. بسا اهل دولت به بازی نشست، که دولت برفتش به بازی ز دست. نگویم ز جنگی بداندیش ترس، در آوازه صلح از او بیش ترس. بسا کس بر او ز آیت صلح خواند، چو شب شد سپه بر سری خفته راند. زره پوش خسبند مرد و ژنان، که بستر بود خوابگاهی زنان. به خیمه درون مردی شمشیر زن، برهنه نخسبد چو در خانه زن. بباید نهان جنگ را ساختن، که دشمن نهان آورد تاختن. حذر کار مردان کارآگه است، یزک سد رویین لشکرگه است. میانی دو بدخواهی کوتاه دست، نه فرزانگی باشد ایمن نشست. که گر هر دو با هم سگالند راز، شود دست کوتاه ایشان دراز. یکی را به نیرنگ مشغول دار، دیگر را برآور ز هستی دمار. اگر دشمنی پیش گیرد ستیز، به شمشیر تدبیر خونش بریز. برو دوستی گیر با دشمنش، که زندان شود پیرهن بر تنش. چو در لشکری دشمن افتد خلاف، تو بگذار شمشیر خود در غلاف. که گرگان پسندند بر هم گزند، برآساید اندر میان گوسفند. چو دشمن به دشمن بود مشتغیل، تو با دوست بنشین
به آرام دل. چو شمشیری پیکار برداشتی، نگهدار پنهان رهی آشتی. که لشکر شکوفانی مغفر شکاف، نهان صلح جستند و پیدا مصاف. دلی مردی میدان نهانی بجوی، کی باشد که در پایت افتد چو گوی. چو سالاری از دشمن افتد به چنگ، به کشتن درش کرد باید درنگ. که افتد کزین نیمه هم سروری، بماند گرفتار در چنبری. اگر کشتی این بندی ریش را، نبینی دیگر بندی خیش را. نترسد که دورانش بندی کند، که بر بندیان زورمندی کند. کسی بندیان را بود دستگیر، که خود بوده باشد به بندی اسیر. اگر سر نهد بر خطت سروری، چونیکش بداری نهد دیگری. اگر خفیه 10 دل به دست آوری، از آن به که 100 ره شبیخون بری. گرت خویش دشمن شود دوستدار، ز تلبیسش ایمن مشو زینهار. که گردد درونش به کینی تو ریش، چو یاد آیدش مهر پیوند خویش. بداندیش را لفظ شیرین مبین، که ممکن بود زهر در انگبین. کسی جان از آسیب دشمن ببرد، که مر دوستان را به دشمن شمرد. نگه دارد آن شوخ در کیسه دور، که بیند همه خلق را کیسه بور. سپاهی که عاصی شود در امیر، ورا تا توانی به خدمت مگیر. ندانیست سالار خود را سپاس، تو را هم نداند ز عذرش هراس. به سوگند و عهد استوارش مدار، نگهبان پنهان برو برگمار. نواموز را ریسمان کن دراز، نبگسل که دیگر نبینیش باز. چو اقلیم دشمن به جنگ و حصار گرفتی، به زندانیانش سپار. که بندی چو دندان به خون در برد، ز حلقوم بیدادگر خون خورد. چو برکندی از دست دشمن دیار، رعیت بسامان تر از وی بدار. که گر باز کوبد دری کارزار، برآرند عام از دماغش دمار. وگر شهریان را رسانی گزند، دری شهر بر روی دشمن مبند. مگو دشمنی تیغ زن بر در است، که انبار دشمن به شهر اندر است. به تدبیر جنگی بداندیش کوش، مصالح بیندیش و نیت بپوش. منه در میان راز با هر کسی، که جاسوس هم کاسه دیدم بسی.
سکندر که با شرقیان حرب داشت، دری خیمه گویند در غرب داشت. چو بهمن به زابلستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد. اگر جز تو داند که عزمی تو چیست، بران رای و دانش بباید گریست. کرم کن نه پرخاش و کین آوری، که عالم به زیر نگین آوری. چو کاری برآید به لطف و خوشی، چه حاجت به تندی و گردن کشی. نخواهی که باشد دلت دردمند، دلی دردمندان برآور ز بند. به بازو توانا نباشد سپاه، برو همت از ناتوانان بخواه. دعای ضعیفان امیدوار، ز بازوی مردی به آید به کار. هر آن که استعانت به درویش بود، اگر بر فریدون زد از پیش بود. باب دوم، در احسان. ز مغرور دنیا رهیدین مجوی، خدا بینی از خویشتن بین مجوی. گرت چاه باید مکن چون خسان، به چشمی حقارت نگه در کسان. اگر هوشمندی به معنی گرای، که معنی بماند ز صورت بجای. کرا دانش و جود و تقوا نبود، به صورت درش هیچ معنا نبود. کسی خسبد آسوده در زیر گل، که خسبد از او مردم آسوده دل. غمی خویش در زندگی خور که خویش، به مرده نپردازد از حرص خویش. نخواهی که باشی پراکنده دل، پراکندگان را ز خاطر مهیل. پریشان کن امروز گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دست توست. تو با خود ببر توشه خویشتن، که شفقت نیاید ز فرزند و زن. کسی گویی دولت ز دنیا برد، که با خود نصیب به عقبی برد. به غمخوارگی چون سرانگشت من، نخارد کس اندر جهان پشت من. مکن بر کفی دست نه هرچه هست، که فردا به دندان بری پشت دست. به پوشیدن ستر درویش کوش، که ستر خدایت بود پرده پوش. مگردان غریب از درت بی نصیب، مبادا که گردی به درها غریب. بزرگی رساند به محتاج خیر،
که ترسد کی محتاج گردد به غیر. به حالی دلی خستگان در نگر، که روزی تو دل خسته باشی مگر. درونی فرو ماندگان شاد کن، ز روزی فرو ماندگی یاد کن. نخواهنده ای بر در دیگران، به شکرانه خواهنده از در مرا. پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. ندانی چی بودش فرو مانده سخت، بود تازه بی بیخ هرگز درخت. چو بینی یتیم سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خویش. یتیم ار بگرید که نازش خورد، وگر خشم گیرد کی بارش برد. الا تا نگرید که عرشی عظیم، بلرزد همه گر بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خویشتن پرورش. من آنگه سری تاجور داشتم، که سر در کناری پدر داشتم. اگر بر وجودم نشستی مگس، پریشان شدی خاطری چند کس. کنون دشمنان گر برندم اسیر، نباشد کس از دوستانم نصیر. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر. یکی خاری پایی یتیمی بکند، به خواب اندرش دید صدری خجند. همی گفت و در روضه ها می چمید، کز آن خار بر من چه گلها دمید. مشو تا توانی ز رحمت بری، که رحمت برندت چو رحمت بری. چو انعام کردی مشو خود پرست، که من سرورم دیگران زیر دست. اگر تیغی دورانش انداخته است، نه شمشیری دوران هنوز آخته است. چو بینی دعاگوی دولت هزار، خداوند را شکری نعمت گزار. که چشم از تو دارند مردم بسی، نه تو چشم داری ز دستی کسی. کرم خوانده ام سیرتی سروران، غلط گفتم اخلاقی پیغمبران. حکایت شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. ز فرخنده خویی نخوردی پگاه، مگر بی نوایی درآید ز راه.
برون رفت و هر جانبی بنگرید، بر اطرافی وادی نگه کرد و دید. به تنها یکی در بیابان چوبید، سر و مویش از گرد پیری سپید. به دلداریش مرحبایی بگفت، به رسمی کریمان صلایی بگفت، که ای چشمهای مرا مردمک، یکی مردمی کن به نان و نمک. نیم گفت و برجست و برداشت گام، که دانست خلیل است علیه السلام. رقیبانی مهمان سرای خلیل، به عزت نشاندند پیری ذلیل. بفرمود و ترتیب کردند خوان، نشستند بر هر طرف همگنان. چو بسم الله آغاز کردند جمع، نیامد ز پیرش حدیثی بسم. چنین گفتش ای پیری دیرینه روز، چو پیران نمی بینمت صدق و سوز. نه شرط است وقتی که روزی خوری، که نام خداوند روزی بری. بگفتا نگیرم طریقی به دست، که نشنیدم از پیری آذر پرست. بدانست پیغمبری نیک فال، که گبر است پیری تبه بوده حال. بخاری براندش چو بیگانه دید، که منکر بود پیش پاکان پلید. سروش آمد از کردگاری جلیل، به هیبت ملامت کنان که خلیل. منش داده 100 سال روزی و جان، تو را نفرت آمد از او یک زمان. گرو می برد پیش آتش سجود، تو واپس چرا می بری دستی جود. گره بر سری بندی احسان مزن، که این زرق و شید است و آن مکر و فن. زیان می کند مردی تفسیردان، که علم و ادب می فروشد بنان. کجا عقل یا شرع فتوا دهد، که اهل خرد دین به دنیا دهد. ولیکن تو بیستان که صاحب خرد، از ارزان فروشان به رغبت خرد. حکایت زباندانی آمد به صاحب دلی، که محکم فرو مانده ام در گلی. یکی سفله را 10 درم بر من است، که دانگی از او بر دلم 10 من است. همه شب پریشان از او حال من، همه روز چون سایه دنبال من. بکرد از سخنهای خاطر پریش، درونی دلم چون دری خانه ریش. خدایش مگر تا ز مادر بزاد، جز این 10 درم چیزی دیگر نداد. ندانسته از دفتری دین الف،
نخوانده بجوز بابی لا ینصریف. خور از کوه یک روز سر بر نزد، که آن قلتبان حلقه بر در نزد. در اندیشم تا کدامم کریم، از آن سنگ دیل دست گیرد بسیم. شنید این سخن پیری فرخ نهاد، درست دو در آستینش نهاد. زر افتاد در دست افسانه گوی، برون رفت از آنجا چو زر تازه روی. یکی گفت شیخ این ندانی که کیست، برو گر بمیرد نباید گریست. گدایی که بر شیری نر زین نهد، ابو زید را اسب و فرزین نهد. برآشفت عابد که خاموش باش، تو مردی زبان نیستی گوش باش. اگر راست بود آنچه پنداشتم، ز خلق آبرویش نگه داشتم. وگر شوخ چشمی و سالوس کرد، الا تا نپنداری افسوس کرد. که خود را نگه داشتم آبروی، ز دستی چنان گربزی یاوه‌گوی. بد و نیک را بذل کن سیم و زر، که این کسب خیر است و آن دفع شر. خنک آن که در صحبت عاقلان، بیاموزد اخلاق صاحب دلان. گرت عقل و رای است و تدبیر و هوش، به عزت کنی پند سعدی به گوش. که اغلب در این شیوه دارد مقال، نه در چشم و زلف و بناگوش و خال. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. شنوندگان ارجمند، شما گفتار نهم را از روی بوستان سعدی در قرائت عبدالرشید خوجمخالف شنیدید. کارگردان برنامه شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.